در حالی که نمایندگان غربی در کابل پیکار حکومت را در برابر فساد می ستایند، اما نهادهای مبارزه با فساد اداری می گویند که حکومت در کار مبارزه با فساد راهبردی ندارد و این نهادها در نبود چنین راهبرد در بی‌برنامگی به سر می برند. استراتژی جدیدی که ترتیب میشه و مقامات رهبری دولت رو به عهده گرفتن، امیدوار هستیم که زودتر تکمیل شود، ما بتانیم همه دیدگاه نزدیک و دور کار و فعالیت اداری خود و همه عرصه مبارزه با فساد اداری را از روی او استخراج کنیم و مطابق از او برنامه‌های طویل المدت و کوتاه مدت خود تدوین و اجرا کنیم. حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل به جامعه جهانی تعهد سپرد که در درازای 9 ماه راهبرد مبارزه با فساد اداری را آماده خواهد ساخت، اما تا اکنون از این راهبرد خبری نیست. دیدبان شفافیت افغانستان هم حکومت وحدت ملی را در آماده سازی چنین راهبرد ناکام می‌داند. نداشتن استراتژی مبارزه با فساد به معنای ازی است که حکومت واقعا یک دورنمای به خاطر مبارزه با فساد ندارد. معاون سخنگوی رئیس جمهور درباره این راهبرد چیزی نمیگوید و پرسش ما را با تلاش حکومت در کار مبارزه با فساد پاسخ میدهد. حکومت برنامه‌های واضح و مشخصی در بخش مبارزه با فساد روی دست دارد. 5 وزارتخانه که بیشترین عواید داره و همچنین 5 اداره که بیشترین مصرف داره تحت کار است تا ما بتوانیم با اصلاحات همه‌جانبه در برابر پدیده فساد مقابله کنیم. نهادهای مبارزه با فساد یک دست نبودن سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت وحدت ملی را در کار مبارزه با فساد اداری از چالش‌هایی می‌دانند که اگر برای از میان برداشتن آن کار نشود، تلاش‌های حکومت در کار مبارزه با فساد اداری دستاوردهای چشمگیری نخواهند داشت.